دوستان وقتتون بخیر. به روزهای آخر پاییز میرسیم، انشالله که روزهای خوبی داشته باشید. در مورد سپاسگزاری با کودک درون این دفعه با آینه انجام میدیم که خیلی اثرش بیشتره. بازم 28 روز هست و من کلاس استاد حضوری دیدم، کلاس یوگا. هزینه زیادی کردم، امیدوارم که شما قدر بدونین که اینا رو به صورت رایگان دارم در اختیار شما میذارم. خب سپاسگزاری با آینه به این صورت، اول توضیحاتشو میدم بعد براتون انجام میدم. خوب دقت بکنین که بعد چی کار بکنین. صبح روز اول در مقابل آینه بایستید یا بنشینید. یه آینه دستتون باشه به این صورت. به چشمهای خود خیره شوید. خوب چشاتون رو نگاه کنید. یک نفس عمیق بکشید و بگویید میخواهم به خاطر تو سپاسگزاری کنم. میخواهم واقعا یاد بگیرم که عاشق تو باشم. پس بیا این کار را انجام دهیم. نفس عمیق دیگری، دم با بینی، بازدم از دهان. بگویید میخواهم یاد بگیرم که واقعا تو رو دوست داشته باشم. دارم یاد میگیرم واقعا عاشق تو باشم. این اولین تمرین است و میدانم که ممکن است کمی مشکل و چالش برانگیز باشد، اما لطفاً تحمل کنید. به کشیدن نفس عمیق ادامه دهید. به چشمهای خود نگاه کنید. نام خود را بگویید. پریسا، به خاطر بودن سپاسگزاری میکنم. در سراسر روز هر بار که از مقابل آینه میگذرید یا انعکاس خود را در پنجره میبینید، اگر لازم است آینه در دست بگیرید. لطفاً بابت نامتان سپاسگزاری کنید. پریسا جون، من از بچگی تا الان به خاطر وجودت دارم سپاسگزاری میکنم. اگر میتوانید بلند نام خود را صدا کنید و با هیجان و شعف سپاسگزاری کنید. از داشتن این نام احساسات و مشاهدات خود را بنویسید. در پایان روز قبل از رفتن به رخت خواب آنچه را که از تمرین شکرگزاری آموختید یادداشت کنید. خب در مورد این تمرین براتون خوب توضیح بدم چون نکات زیاد داره. اولا ما چون تو کلاس عملی بودیم، حدوداً 50 نفر بودن، دور هم جمع بودن، روبروی آینه‌های یوگا خیلی بزرگ بود، همه میشستن و میگفت هر کسی حواسش به خودش باشه، به طرف مقابلش نگاه نکنید، بذارید که راحت باشه. خیلیا تا چشمشون با آینه میافتاد شروع میکردن به گریه کردن، حق زدن، گریه کردن. چرا؟ چون احساس میکردن از کودک درونشون خیلی جدا شدن، احساس میکردن حالشون خوب نیست و این حالتها ممکنه در شما به وجود بیاد. اصلا نگران نباشید، چون وقتی به روزهای آخر دوره برسیم میبینین که چقدر حالتون خوب میشه. فقط تو آینه که نگاه میکنید نفسهای عمیق بکشید. دم از بینی، بازدم از شکم. نگاه بکنید فقط به چشماتون. چشم‌ها هیچ وقت دروغ نمیگن و بگید پریسا، به خاطر داشتنت ازت سپاسگزارم. من اسمم پریساست، اینو میگم، شما اسمای دیگه دارین اسم خودتون رو بگید. حتی در طول روز از کنار آینه‌هایی رد میشین که خودتون رو میبینید یا آینه اگه در دستتون باشه دائم این حرف رو تکرار بکنیم باعث میشه که شب خواب راحت تری داشته باشین. سپاسگزاریمون رو همینجوری ادامه میدیم. خب نمیدونم تا اینجا براتون کافی باشه یا برم قسمت دومم بخونم. حالا میخونم. تمرین روز دوم. روز دوم با آینه خود دوست شوید. در مقابل آینه بایستید، به چشمای خود خیره شوید. اسم خود را صدا بزنید و بگویید دوستت دارم، من واقعا دوستت دارم. با نام بردن بعضی اعضای بدن سپاسگزاری خود را بیان کنید. امروز هر بار که یک آینه میبینید یا انعکاس خود را در شیشه میبینید سپاسگزاری کنید. ایده خوبی است که هنگام انجام تمرین نقطه ای را نام میبرید، لمس و شکرگزاری کنید. مثلا بگین خدایا به خاطر قلب پرتوانم که دائم برای زندگی من در تلاش سپاسگزارم. این کار میتواند بسیار انگیزشی باشد و اغلب احساسات ما را به عمق میرساند. حقیقت این است ممکن است ما با بدنمان نامهربان بوده ایم. به شما توصیه میکنم اولین کار که صبح بعد از بیدار شدن انجام میدهید شکرگزاری در برابر آینه باشد.
گاهی این زمان سخت‌ترین زمان روز برای انجام این کار است، زیرا فکر می‌کنیم سر صبح زیاد خوب به نظر نمی‌رسیم، اما این تنها یک قضاوت است و کاری که ما در تمرین با آینه انجام می‌دهیم فرق دارد. نگاه کردن با آینه بدون قضاوت است. بنابراین می‌خواهیم خود واقعی‌مان را ببینیم. وقتی در حال رشد بودید، قوانین شایستگی شما چه بودند؟ وقتی کار اشتباهی می‌کردید، همه چیز از شما دور می‌شد. خب در مورد روز دوم، ببینید روز دوم الان که آینه نگاه می‌کنید، چشاتون رو می‌بینید و سپاسگزاری می‌کنید، ممکنه که باز همونطور که بهتون گفتم از خودتون خوشتون نیاد به هر دلیلی. مثلا صبح خیلی‌ها پا میشن خواب‌آلوان، حالشون خوب نیست، زیاد حال و حوصله شکرگزاری ندارن، اما بدون قضاوت این رو انجام بدین. همین که زنده هستین، سالم هستین، دست بذارین رو اعضای قلبتون که باعث زندگی مهمترینش قلبه. نفس عمیق بکشیم، بگین خدایا به خاطر داشتن قلبی که شبانه روز تلاش میکنه برای زنده بودنم سپاسگزارم. و میتونیم به خاطر همه اعضای بدنتون یکی یکی تشکر بکنید و قول بدید که دیگه مواظب اعضای بدنتون باشید و میتونید تمرین هوآپونو رو که در واقع برای شکرگزاری چندین بار بگین. یعنی به اون عضو بدنتون اگه قلبتون مشکل پیدا کرده بهش بگین متاسفم، دوستت دارم، سپاسگزارم، لطفاً مرا ببخش. چون از کارهایی که خودمون کردیم قلبمون دچار مشکل میشه. اینو قبول دارید دیگه. غصه ها و رنج هایی که بی خود کشیدیم میتونستیم کمترش کنیم، خودمون به خودمون آسیب زدیم. بنابراین وقتی اینو میگیم به خودمون یادآوری میشه که مواظب قلبت باش، نذار مشکل براش پیدا بشه. پس خدایا الان اعلام میکنم به خاطر وجودم، چشمان زیبایم، قلب پرتپشم، از تو سپاسگزارم و همیشه این سپاسگزاری را ادامه میدم. خب فعلا تا همینجا کافیه. با تو خداحافظی میکنم. ناماسته. انتظار دارم که انشالله شما این تمرینات رو حتما انجام بدید. با توجه به اینکه خودتون خواسته بودین کارای ما و کتابای ما با تعلیم و تمرین باشه، این تمرینات رو انجام بدین. تو کامنت ها برام بنویسین که چه حسی داشتید، من راهنماییتون میکنم. خدا حافظت.